هلبستوان کردان یه شبیر کری. دیروک کردان دا نوی مروی گلک تایبت و امکدار دناو دفل و زمان دا وندابونه. هزار مخابن. هلبت سوچ بروانه جی. لیدی ساجی ننیری شرط و مرجن جیانی ینگران که تو خزمت تک کسی گرکی نیش بیر کرن. دوی نفشی نوی وان جامیران بزانه به و که داوان بشه کرینه. یک جوان ریزداران جردوی اسده. هلبستوان زرگوتن زان ورگر همداری شانوی کردی یا گلیری گرجستانی بندی خواهی صدق قنج و معرفت عردکی نفس بچوک خیرت و خمخور افتمی حیرا قدر جماعت خود بو بخم و خیال گلی خورا دجید. اوی هلبست و ویجه کردن کافکاسی جی دولمند کرد. همو نهاجی دمو درق و ویدو دنویسم بنگزی اوپی جردوی نوبار اف چاو برو پور گلین وین رش تمی بکنجن مقوله دلال بر چاو منه. سالین دریش ماموستا جردوی اسد برادیو کردی یا گرجستانی را هفکاری دکر وان سالین بهاری بدل و عشق ببیت دینم بختوارم که مجال مرا چی ببو اس که جوان و گک جردو مپیب را کار دکر و مگلک برناموین خوش بجداربوناوی آمده دکر. اف آمده کاری بشه که رادیو ما یا بسرناوی دنگ بیش و عاشقین کردابو و رادیگدار ما گل جرابونه مرتاجی برنامه‌ویه پر حواس. نوی جردوی اسد نوی ادبیات کردان دا جیکی برچاب گرتیه. جردوی اسد ازمانیان در سال 1929 دا لگند صابونچی لریمو تعلینی یا ارمنستانی اجدایک بو. پیشین ویش الاستیب که قبیله اوتیانن سال 1918 بیارن وان سالای اشکرش بر فرمان رومارش شریم و قرسی رویان ارمنستان و ایروین و نحی و تعلیم گند صابونچی دا بنجیبونه. سال 1936 مکتب و نوبند و نحیه دا هیم بویه و شون دا جی پی خواندن و نوین را سال 1946 دکوه انستیتوت و درزداری یا سرناوی خاچتور آبویان و آچخی تمام دکه. ده سالین خوندکاری دا اف دست بدویساره هلبستان دکه باشی مال باوی جیگوهستی باجاریت بیلیسی کر. باجاریت بیلیستی هلن کارگاه که دا ریوبری دکه همجی هلبستان دنویسه. جارا اولن اوی سال 1943 دست بدویساره شیرا کر. افراندن وی اولن براوکی دویسکارین کرد و پرتوکین در سادا تین بشاندن. لی سال 1905 نهان باجاری یریوانی براوک و افراندن وی اول شیر و پویم رونایی دید. خدانی وی کتب نو خواندوانی کرد نوی شاعری ترسد قازانچ کرد. پیرو سال 1906 براوک و هلبستین جردوی اسد یا بنوی سریو امر لیگیریوانی هات وشاندن و گیشت بر دست خواندوانان. پیرا پرتوکاوی کتچیروک و هلبستان سفت دل بلور بزبان ارمنی عبد استباورد که بزبان گرجی هاتنه وشاندد. هر وا گلک هلبستین وی داندالوژین گرجستانی دا جی گرتن. وی زرگوتن گلیری ارنزانو بو و دنو افراندن خدا نمونین زرگوتن پرده دا گیرانین. جردوی اسد ورگیره کی بشرد بو اوی دستانو هلبستوانی ارمنی مزن هوانیس شیراز که بولت حزیا خال ولد خدا بویه لگند انجیل بیبلیاکانش ارمنی ورگران زمانی کردی و سال 1971 لیریوانی چاپ کریه. داویا جیان خدا جردوی اسد هیکوله کی به جوانی جیانی مزن و نودار یه گرجی و رجلاتی یا 3 ساله دونزدان شوتا روستاویلی دستانا ورگری پوستی بلنگ ورگراند زمانی کردی. اوی 25 سالین تمنی خواه پیشکشی ورگراندنا وی دستانا کلاسیکی گرجان یه بناف و دنگ کرد. دمکو جردوی اسد 1993 دا تبلیسی ورگر وی برهمی تمام کرد پشتی دمک کن جیان خواهش دست دا. لی برهم 2007 دا گرجستانی بالیکاری و برپرسیاریا نویسکار کرمی آنقوسی پی مرناوی را دوشخانخانه کافکاس دا هات چاپ کرد. ورگری پوست بلنگ به قلموی بو مالی خواندوانین کرد. گرکی بحقی بگوتن او هر دو افراندن جی انجیل و دستنا ورگری پوست بلنگ ادبیات کلاسیک یا جیانی دا گلکی گرانبهانه و دست آویتنا ورگر وان جلتکی مزنه. جردوی اسد گل هلبستان گلک فابل جیروک و پیکنوک جنویسی. سال 2005 پی وفات بوناوی را پرتوکاوی قلیبوت کن کردی هاته چاپ کرن.
و آژانس نوچین یا فراتی بری چند سالان درباره پرتوکا جردو اسد قلیبود کن کردی چه دنویسه. خبرکارین بش کردی یا رادیو گردستانی پرتوکا قلیبود کت کردی فابلین کرد کب کردی لب تیپین کیریلی هاتو بو وشاندن ورگراندن تیپین لاتینی و وشاندن. فابلین کردی کب هولدانی نویسکار کرمی آنقوسی و بالیکاریا مادی یا روزنامه‌وانا و بجر رادیو کردی گردستانی هات وشاندن. فابلین جردو اسد بو که اوی فابلین هان شخصلتن آجالان ین چیروکین کردی ورگرته بو. جردوی اسد یکش و جوانی کردی بو که وجه اپیک لهنگی زارگوتن گالری رنزانو بو و دناف افراندن خدا نمونی زارگوتن هری باش پرب کاردانی و دهونا. وی لهنگی مرخاصی و قیربانتین زارگوتن کردی به هم به آنیه زمان. وی دناف رفشنبیری کردین یکتیا سوویت دا نویساندن و قلیبود کن بردوام کرد. وقتی زانین قلیبود شتیروک و پیکنو کن پیکتی و زارگوتن کردی دا خودی جی که گرنگن. وی جیان گل یا روزانه و جرزی گندی و کتکاریم کارین جرزی مجرور دبون پنر جان گلک جران هناند. دوشاندن و قلیبود کت کردی دا آرمانج خیبات کارین بش کردی یا رادیو گردستانی بس بزوانی کردی و بزرگین کرد خصلت و لهنگین شیرن جانجانکی و رندک نبو تمندمی دا آرمانج بیرخستن و اول بستوانی هجابو. اجبروید پرتوکا قلیبود کت کردی دا تمندمی دا جیننیگاری ساده یا هلبستان جدو اسد یا کجنو و هاتی ریکو پکرنجی هیه. پرتوک مالپر کردین گردستانی دا هات وشاندن و اف پرتوکش بو زاروکان هات پیشنیار کرن. هلبستین جردو اسد نافدمه که کرتا گلک هاتن عجباندن. شالی که واد گلک روزنامه و کوارین ارمنستانی و گرجستانی دا هاتن بلاف کرن و آلی دن داجی درادیو یریوانی و تبلیسی دا هاتن خواندن. گلک هلبستین ویش آلی رفشنبیر و نویسکارین کرد و هاتن عجباندن. برای من وی هاتن ترجمه کرن بزمانی روسی، گرجی، ارمنی، آذری و زمان ماین. افراندن رحمتید پرتوکین درسین مکتب کردی آلماناخ و نشرین ماین دا جی خواهین لایق کردنه. شاعری خوشرتی مزن گلک سربوتی و اوینتی ولد حزی و طبیعت خزای نویسینه. جردوی اسد نوف رفشنبیرین کردین سویت بریدا برهمین خواهین خزایی ین هلبستی دمک کردا نو هلبستوانین کردین نفشن دادیان دا جی خواهی برومت و هجا ورگد. کسین که برهمین که جردو شپاندنه و سرسکنینه دیتنه که نه تنیزمانی کردی خوشک کارانیه اوی تمندمی دا باوری هست و شیوازی حضراندن فلسفی یا گل بابایی که باش و زلال دای دیار کرن و مروه که کونشوپیه. اجبر که اوی کونشوپی بو پراستن ناسنامای کردی وک پیشورو نرخاندیه. دوی بیگوتن که طلبت و درق جیان و برهمین جردو اسد دا کیماتیه نویساندن و لیکولین کرن. جردو اسد اندام یکتیا نویسکارین سویتا بری بو. افکار خوی افرانداری و توایی اساجی دنوف بنالین کردین باجاری تبلیسی دا کار جواکی واجی بگنی مجروده بو. داویا سالین هفته تبیهنک هوالان و وی استودیو شان و گری باجاری تبلیسی دا دامزراند باشی افبو تیاتر کردای گلیری. سال 1993 باجاری تبلیسی دا هلبستان حسکری چو سر حقیا خواه. گدارن عزیز ایرو میخواست وی برنامه خواه وی جاردن بیر بینن. رم خودی راحته به ما مستاجد و خودی شکت و خزمتات رازی به تو بیرو میدانی امکداری هیجا. گدارن دلال فرم و گداره چند بر همین نمر جردوی اسد بکن. حبا زیارتی خوی رابو خورت توره کنچو لباسی خواه کر چو سر کنیو البرمالی دست و دمی خواه جان کر مینو هر رو اف سکنی دوربری خواه وی میزکر چربلکا لباس الاف اوی دور و قطر کر اف جی دابو هیکل هریر نخبر دا نحجیا لیف کاغت وی پر حلیل هات سرکانی ید و البا شپه هوری و ملکا اف نازکا گل خمل
وی قلبی خو افتجی کر خواست که بده سرمل خورد سریوی سکنی بش زرا و رفتی تال گو زری تحلاندم گدیل من نمحال صورت صور بنا الزري من السيفت قدراتي جو حبي أزبنت كرمة نلايقة جرأتي ريب دامن بفكرة سرو ما ناك ديار حبوا ما زيارتي نشكي وما ناك نقار از دخوازم اصاب بستریم که دنگی من هر عرشا از دخوازم اصاب بابم که مقصد کم اوکیان برا خواستنا من قرر دنی تمام ببن باغ گلستان گوری سینور دنی هلن ایدی نبن قتل گران عمرت گران دو حالات تنی بغرانی بکن خاری گل ده دنیا او بخمله عمر ببه وکه بهاری دلی من دا خوف تنبه خوف و شعرا عوری گران دنی دا هورا برابن هر ملتی عفت و ایسان هزار گل و بر هبن او کانیا باشقیه هزار دلی تحسکی لی حباتی باشقیه هزارات راموسن اب عشق دلایه وقت دیت رادموسه اب راموسان باشقیه وقت آخین شتتی دلی دایکی شدیه پرچی جگروی حبا دایکی باشقیه فوق زنجيرة تجر ناقة قانيا كبيرة اف نامجكة فقي دل شوات و كنزي تدله ناف آنين خار كهور كتشكي زماني تكر شده آنين زار بيتشك سيلح و مرتال تأيير و ولات حلاني هنري سفدا و زانين دورا تاري بوي شمدان ملت را بوی هلاندار دل رم و کنیزی عینی ده ترتیب کر سیوراند دستانا شخصدانی تو نتاج و جا بوی تو بر بوی بر و بیقام آخین کووان کر تنبور امر دنه کر مقام ازم نازت تنبور سازت شخد تیلا نیازم بویته از کردستانم نور و شمالم دست نقیدا از کرد نالم از بوکا دالم از دایکا زالم زینم دنالم خجم دزارم ازم نازت تنبور سازت نوی من کردستان کردم بیبستان خزالا جامه تیرم هوامه شیرا گلیامه از نازتمه از کردستانم نور و شمالم دست نقیدا از کرد نالم جردوی اسد گدارین عزیز و شنم ایران تمام بود جاره کردن دی سروی ناونیشان امی راستی هبین آمده کار او رو ببرا برنامه بیلاس ترکیه حتانی به شنانو بمین نو خیر و خوشیده